تمرین شماره 163 صفحه 32. دوباره به تمرین چند 6 8 رسیدیم. تمرین چند هر چند برابر یک شماره. تمرین 6 8 که ظاهرا طرفداراش کم بیشتر تا ریتم دیگه. بازم تاکید میکنم که سعی کنید اول با سرعت پایین اجرا کنید. بعد که تو دستتون جا افتاد، تو ذهنتون جا افتاد، ذره سرعت رو بریم بالاتر. تمرین کتابی که زدیم میتونید خودتون بهش اضافه یا کم کنید. این حتما این نباشه مشکلی نداره. اولش میتونید حرف اضافه کنید یا ریزایی بکنید. تمرین 163 اول نوتش رو میخونیم از تون بک چپ تون بک چپ تون تون بک چپ تون بک چپ تون بک
پشت سر هم به صورت یه ریتم اجرا کنید.